هلو، سلام به همگی. ما الان دم در خونه ایم، آماده شدیم، شیطان فیطان کردیم، میخوایم بریم کنسرت ابی. کنسرت پوست شیرش هست و بعد یه کم کم سوار ماشین بشیم و بریم، ولی چون میخوایم که در واقع حالا درینکی چیزی بخوریم با ماشین نمیتونیم بریم، میخوایم با بریم، با مترو بریم. حالا بریم سوار ماشین بشیم، ماشین رو تو پارکینگ مترو پارک میکنیم و بعدش میریم سوار مترو و اینا میشیم. خب ما اومدیم توی مترو نشستیم. الان بیشتر کسایی که کلا توی مترو هستن ایرانیه، همه کنسرت ابی، چون دمتان خیلی پارک کردن، جا پارک بگردی سخته، راهی کردی سخته، درجا همه ترجیح میدن که ماشینشون جای پارک بکنن و خیلی راحت سوار مترو بشن و برن. خب ما رسیدیم به کینگ استیشن، اونجا هم اسکوشیا بانک آرناه که اینجا خیلی جای بزرگی هستش، خیلی در واقع از هموطنه دارن همه میرن سمت اسکوشیا آرنا که مترو این بری برگزار میشه، کنسرت مترو اون بره اون پایین. خب اینجا هم که کلا همه هستن. اون جلو هم کجا رفت؟ اون ابی نوشته بود اونجا سر اون تابلو نوشته بود بزرگ ابی الان رفته اومد. خب ما اومدیم داخل سالونیم، ببین عظمت سالونو، من اصلا کار به هیچی نه انقدر بزرگه. اینجا که معلومه سالن مخصوص بازی‌های گلف و این هاست. البته خب من حقیقت چه بخوای شنیده بودم که ابی چون یه مقدار سنش رفته بالا، یه مقدار که نه خیلی سنش رفته بالا و پیر شده دیگه، اون کیفیت صدای لازمونم نداره. در نتیجه ترجیح دادم که رو عقب بگیرم که خیلی ضرر نکنم و همزمان هم چون خیلی وقتی اومدیم سالن خالی بود آلموست. این همه هموطنان تا اونجا هم نشستن نور گوشی ها.
ستاره های سربی فانوسکای خاموش منو هجوم گریه از یاد تو فراموش تو بالو پر گرفتی به چیدن ستاره دادی منو به خاک این غربت بخاره دقیقه های بی تو پرنده های خستم آینه های خالی دروازه های بستم یعنی حضور گریه با من نبودن تو یعنی بفور گریه از تو به آینه گفتم از تو به شب رسیدم نوشتم رو کنم دیدی گفتم میفهمم من گفتم میفهمم نه به خدا سشوار نکشیدم خوش کردم چی کار کنم البته زدم چی میگن موس هم بهش زدم یه خود همچین آنکادرش کردم آنکادرش کردم
منفی جان تو آسمون زندگی ستاره بوده بی شما، اما شبای بی کسی یکی نمونده یکی نمونده ستاره های گم شده هر شب من هزار اما همیشگی تویی ستاره ستاره یکی نمونده از هزار تور پوست شیر یک توضیح خیلی کوچیک دارم. این تور بیشتر برای من، برای خود من در شاید خودخواهی باشه، حالت نوستالژیک داره، یعنی آهنگایی که خودم خیلی خاطر داشتم، خودم خیلی دوستشون داشتم. بله، و چون این آهنگای مقدارشون مال 20 چند سال پیشه، مقدارش مال 10 سال پیشه،
ولی به هر حال یه حالت نوستالژیک برای خودم داره و خیلی دلم میخواد که شما تو این قضیه با من شریک باشید. یعنی فکر می‌کنم اونایی که من کارهایی که خودم دوستشون دارم به احتمال 99% شما هم دوست خواهید داشت. بله این آهنگ بعدی که میخوام براتون بخونم آهنگیست که خودم خیلی دوستش دارم. فکر میکنم تقریباً یک 40 سالی میشه که این آهنگ رو خوندم. آهنگ ترانه فوق‌العاده زیبایی است و مطمئنم خیلی از شما این کار رو دوست دارید. بله براتون اجرا میکنیم ببینیم که خوش اومدید خانوم. خیلی ممنون. بچه خانم خوشگلی همه. با هر نگاه بر آسمان این خاک بذار بوسه نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارسی من نگاهم از تو به کوچک و بزرگ و ابو موسی من عشقم را در کوه گمات در سرخس و خرمشهر به زبان مادری فریاد خواهم زد
تفنگم در دست و سرودم بر لب همه ایران را می‌بوسم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. من خورشید هزار پاره عشق را بر خاک وطن می‌آویزم. ای وارثان پاکی، من آخرین من آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس. چشم تو رنگ مثل توی چشم تو نگاه مثل شاهد ازل لب تو پرچینی بازگاه همه تو آتیش سوزنده داغ حد تا مثل سپیدان من پرند و بپرند. اما تو دلخونه باشی پیش تو آی جون. تو زندگی رو پر از قشنگی می‌بینم، شبا به یاد تو همش هوای رنگی می‌بینم. چشم تو رنگ مثل توی چشم تو نگاه مثل شاهد ازل لب تو برموزی نوای تو توی هیچ نگاه
خیلی در واقع قدم بالا همه الانش که تصویر سازی میکنم یه چیز عجیبیه، اصلا آرزوی بچگی منه. واقعا نمیشه گفت چه حسیه. فکر میکنم طبیعتا گریه هم که میگیره دیگه، در این حد میدونم که خیلی هیجان زده میشم. کلمات احساس میکنم قاصره برای اینکه بخوام حسمو بیان کنم. برام مثل یه رویای دور از دست قلب تو قلب پرنده، پوست تنها پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. کشتی شبای روشن برای آخر بودن جایی باید باشه، باید برای لمس تنش کسی باید باشه، باید تو قلب پرنده، پوست تنها پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تنها سیه سوزه، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوزه. تنهایی شاید یه راهیه تا بی نهایت، مثل همیشه تکرار هجرت و هجرت و هجرت. اما تو این راه که همراه جز هجوم خار و خس نیست، کسی شاید باشه، شاید کسی که فصلی قلب تو قلب پرنده، پوست تنها
پوستشی زندون تنها رها کن ای پرندگی. کنم که یعنی احساس کردم که بد نیست که احساس میکنم یک جوان 75 سال و نیمه است. ممنونم از سیاوش عزیزم که این ملاقات رو انجام داد که بتونیم دو صداه با هم دیگه کار کنیم. بنده و اون آقای 24 ساله.
همیشه از تو زنده لحظه های رفته وقتی که بنبست غربت سایه سایه نفسم بود زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود وقتی از آزار پاییز گرگ و باد حمله میکرد قاصد چشم تو آمد مژده روییدن آمد به تو نامگیر نیستم ای عزیز رفت از دست ای که خوشبختی پس از تو گم شد
اجازه بدید از منتها علیه دست راست لوژ نشینای دست راست حالشون چطوره؟ خوبین؟ خیلی حال دادین امشب اومدین اینجا به خدا وقتیتون رو ما میگذرونیم جناح میانه منتها علیه میانه دست راست حالشون چطوره؟ رسی جناح میانه چطوره؟ حال جناح میانه چپ خوبه وقتی رسیم به لوژ نشینای منتها دو سه تا آهنگ همچین جاندار براتون اجرا کنیم اسمشو بچه ها داشتن جان داریم
کشتی نشناخت واسه من شناختم من با رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با رنگ چشم
اگه حتی دیگه نیستی همه جا بوی تو جاری خودت اما دیگه نیستی نیستیم رفته توی غربت شنونه میونه رنگی کمونه خاطرات عاشقونه آخرین ستاره بودی تو شب لیل با مسیحا خواستن پناه من تو غروب بی کسی ها لحظه هر لحظه پس از تو شب و گریه در کمینه تو دیگه بر نمیگردی آخر قصه همینه میشکنم بی تو نیستی به سراغم نمیایی که ببینی بی تو میمیرم و نیستی تو کجایی تو کجایی که ببینی میشکنم بی تو نیستی به سراغم نمیایی که ببینی بی تو میمیرم و نیستی تو کجایی تو کجایی که ببینی میشکنم بی تو نیستی بی تو میمیرم و نیستی میشکنم بی تو نیستی آسه خبرم داره که آفتاب لبونه نوشتم رو تنشم که خوشبختی تمومه نه من مونده نه ماهی نه برفی نه صدایی هزار دفعه شکستم عجب حالسته های نه پشت از شب و روزم خرابم چه خوابی به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی به شب زلزله بودم بینه به شب وقتا میشه نگاهم به همامون بینه که روز آفتابی میشه بهار پشت زمستون پس از تو برام قصه مردم نبودی که نبودی پس از تو بهارم پر کمرم حسن خوابم تو چه خوابی به مستی شب و تا صبح خرابم چه خرابی حسن شب و روزم خوابم تو چه خوابی کدوم بهاری که حتی فصل ماهی باقی ترانه داری
هیچ تنها غریب طاقت غربت چشمات ندارم هرچی دریا رو زمینه قد چشمات نمیتونه ابر بارونی بیاره وقتی دلگیر و تنها غربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشن میباره وقتی دلگیر و تنها غربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشن میباره وقتی وقتی دلگیر تنها غربت تمام دنیا از دریچه قشنگ چشم روشن میباره وقتی جان دلی مثل شمعی توی شبها الهی که ابی قربون صدای ماه تک تک شما توی این غروب دلگیر جدایی توی غربتی که هم رنگ چشاته همیشه غبار اندوه روی گلبن
لباته حرفی داری روی لبات اگه اکسیر سوزه اگه حرفی از غریبی اگه درای تو دوزه تو بدون این شکسته مثل حالی کسی تو اشترا نگرانی حرفای نقاپسی تو حرفای نقاپسی تو نمیتونم حریم باشم توی آینه چشم و به تو که من بسوزم مثل شمعی توی شبات نمیتونم 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 دلم میخواد با خانواده ما آشنا همین امشب فقط هم بغض من باش همین امشب فقط مثل خودت عاشق شدن باش در آوار همه آینه ما تکرار من باش همین امشب کلیده قفلی زندون تنها رو گلدونه خوابم بریزت برسه خواهد به پاش رنگ ترابم ای جان جانان ای درد و درمان ای سخت داستان آغاز و پایان بباره بر من ببار و تازه تر شو ببار و قطره قطره نم نمک آزاده تر شو تو این باغ پر از برگ و پر از خواب ستاره اگه پر میوه‌ای پر سایه‌ای افتاده تر شو رو گلدونه خوابم بریزت مثل خوابم به پاش رنگ ترابم ای جان جان ای درد و درمان ای سخت داستان آغاز و پایان
همین ترانه هم نفس نفس رو صدای صدای من به وسعت یکی شدن بیا شکن بیا به جنگ تن به تن بیا به جنگ تن به تن باقی خانوادرم خدمت رو معرفی بکنم این رفیق منم بالای 30 ساله که هم رفیق هم کار میکنیم. Let's have a beautiful one, Mr. Michael! Piano, Arvion, and Vivian. آشنا بشید با Mr. Riddick and bass! با این لیدی خوشگله ما هم آشنا بشید. گلی خانم پیانو astonishing by Mr. Manfred on guitar. Spencer, Mr. Chris saxophone, Mr. Bob trombone. Lady, I'm a star to see. خانم گله برام سخت تحمل قدمات روی چشمام بیا بریم من تو از این گوشه دنیا تا اون گوشه دنیا
چشم بسته برات بود خانم گلای خانم گل از اون روز که جدایی منو به گریه انداخت منو باروی چشم باید بگیری که من ساخت خانم گلای خانم گل برام سخت بگم بود منم باز روی چشمم بیا به این هزار داد میزنم داد هنوز عاشق ترسم یه روز تو باغ پاییز تو رو تکی نگیدم زنگ ریشه تو قلبم تو رو به جون خریدم من از خرابه دل برات گل خونه ساختم بهار رو با تو دیدم به بوی تو شناختم خانم گلای خانم گل برام سخت بکنم بود قدم بود روی چشمان بیا به این بره دستت شدم خالی گلی من الان 2-3 ساله واقعا مشروب خیلی کم بخورم من میخوام به سلامتی همه شما که زد و شکستش هر کی به دستش افتاد هر کی به دستش افتاد دلم مثل یه باغه باغ بهار داری خوزه تنهای خسته یه جای خلفت و دنج که تو این زمانی عشقی که رفت از یاد عشقی که رفت از یاد
بریم اونجا که دیگه تو دست آفتاب نرسه. عاشقت بودم عشق منه این دو قلبم فریاد میزنه دل مستی داره صدای عاشق شدنه. ممنون. یه میخوام براتون بخونم. شنونده ولی با این آهنگ من یک حال و هوای دیگری دارم. گفتم دلیلشان واقعا نمیدونم، زیادم مهم نیست وقتی حال و هوای دیگری داری خود دارید و میشه این آهنگ رو براتون بخونم ببینم شاید شما هم با این آهنگ یک حال و هوای دیگه ای به غیر از شاید ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبانه، مثل لبخند سپیده، مثل شب نماشه. بی تو شب دوباره آینه روبروی هم گرفته، پنجره باز بکن من ولی دلم گرفته. باج رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می‌سرودم، از تو می‌سرودم. وقتی راهی شدن
مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره مانده روی من گرفته. من باز من رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم. عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. به لوج نشینای سر نزد که البته برای همچین کاری باید یه مقداری از قبل یه چیزهایی رو مهیا کرد به خوشبختانه. خوبی شما؟ کشیان بالا چطورن حالشون؟ لوج نشینا چطوره؟ یه خود بری اومدتر یه خود پایین تر. این هم از اون آهنگ‌های عاشقانه قشنگی که شکر خدا نصیب من شد. یه حالی میدیم تلفناتون رو برای این آهنگ اگر باتری دارید، اگر باتریشو لازم ندارید روشن بکنید. من یه یادگاری خوب زیبا داشته باشم. کی عشقاتو پاک میکنه شبای حسن داری، دست موها کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه دلت میشه دوباره، از کی بهونه میگیری شبای بی ستاره.
که منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات میاد شب برسه به فردا کی از سرود بارون قصه برات
کنسرت ابی تموم شد. خیلی خوب بود، یعنی برعکس اون چیزی که من مثلا فکر میکردم و تبلیغ شدم جمله صدا مثلا در نمیاد. خیلی خوب بود، خیلی کیف کردیم، کیفیت صدا عالی بود. تمام اون البته خب میگفتن قبلا سر صحنه مثلا حالا مست میکنه یا هر چیزی، این دفعه آخره اجرا یه شات کوچولوی زد، ولی انصافا من نمیتونم مثلا بگم بد بود یا مثلا برای آقای 75 ساله. خیلی خاطرات مرور شد، خیلی لحظه های خوشی بود، ما کلی لذت بردیم، یعنی واقعا از این قشنگتر نبود دیگه واسه کنسرت ابی. همه چیش عالی بود، جمعیت خیلی زیادی بود، همه آدما بلد بودن آهنگای ابی و آخرش معلوم بوده که مثل منی که صدام گرفته خب بالاخره سنش بالاست. آخرش مقدار احساس کردم که مثلا حنجرش خسته شده، مثل همه ما که جیغ میزدیم و واقعا هم حق داره دیگه. من میگم تو این سن و سال، ولی واقعا عالی بود. حتی اگه سنش هم نمود بازم همینطور بود، بازم بالاخره آره. ولی خب معمولا خواننده ها اینجوری هن که سنشون ببخشید حنجرشون به خاطر اینکه آموزش دیده حتی تو ساعت‌های طولانی هم باز میتونن بخونن چون حنجرشون آموزش ده. ولی خب دیگه بعد حنجره عضله است دیگه، تو سن بالا حنجره میتونه خسته بشه. خلاصه خیلی خوش گذشت. ما داریم دیگه برمیگردیم خونه دوباره. خوش گذشت. مثلا کنیم میشه میرونم. خیلی عالی بود.